چه خبر رفقا، حالتون خوب باشه؟ خوش اومدید به ویدیو دیگه، جایی که امروز می‌خوایم راجع به حضور توبی مگوایر در اونجرز دومزدی صحبت بکنیم و عکسای عجیب غریبی که هفته گذشته منتشر شد. خب هفته عجیب و غریبی بود برای اونجرز دومزدی و فکر کردم حالا چند تا ویدیو بیایم بسازیم، چون که داریم نزدیک میشیم به 19 دسامبر و امروز هم خبر اومد که به احتمال زیاد اولین نگاهمون به اونجرز دومزدی رو 19 دسامبر با فیلم آواتار خواهیم داشت. خب میدونید که آواتار وقتی که فاکس فروخته شد به دیزنی، حق ساخت و انتشار فیلم‌های آواتار هم دست دیزنی افتاده. درسته که فیلم‌ها رو جیمز کامرون داره کارگردانی میکنه، ولی حق انتشارش با دیزنی هست و خیلی روزا داره صحبت میشه که اولین نگاه به اونجرز دومزدی رو احتمالاً 19 دسامبر خواهیم داشت. به شکل یک اسپشیال لوک خواهد بود. خب یادتون باشه برای اند گیم هم همچین اتفاقی افتاد. البته اون زمان با سوپر بول اومدن و حالا اولین نگاه 30 ثانیه‌ای رو به ما از اونجرز دومزدی دادن. احتمالاً به همین شکل خواهد بود. اما تو این هفته یه اتفاق دیگه که افتاد تو این ویدیو می‌خوایم راجع به صحبت بکنیم. به شکل به خصوص عکسایی بوده که از پشت صحنه یک اکانت اینستاگرامی اومده و منتشر کرده و خیلی تو اینترنت این بحث بود که آیا این بحث‌ها واقعی ان، توسط AI درست شدن. و اگر یادتون باشه و در کانال بوده باشین، خب سر انتشار اسپایدرمن نو وی هوم هم همچین اتفاق افتاد با حضور اندرو گارفیلد، به شکلی که خب یک سری تصاویری منتشر شد. اون تصویری که اندرو گارفیلد یه میله‌ای رو گرفته و داره صحبت میکنه و اون زمان اگر یادتون باشه بحث دیپ فیک و قرار دادن چهره یک شخص روی در واقع تصویر یک شخص دیگه یا همون دیپ فیک کردن با استفاده از هوش مصنوعی خیلی بحث داغی بود و به خاطر همین خیلی از افراد فکر کردن که آقا این دیپ فیکه و واقعی نیست و واقعا نمیشد اعتماد کرد که بگیم که آیا واقعا این صحنه از اندرو گارفیلد بوده یا نه. و مثلا من یادم این هفته داشتم بهش فکر میکردم، کانال کوریدور کرو که داخل یوتیوب یک کانال شناخته شده ای هستن توی زمینه جلوه های ویژه، برید ویدیوشون نگاه بکنین. به شکل جالب میگن که آقا این نه، این دیپ فیکه و عمرن اصلا همچین اتفاقی نیفتاده و خیلی با دلیل و مدرک خیلی محکمم میان نظر متخصصانشون میگن و خیلی بامزه است. اصلا قصد مسخره کردن ندارم که اینو میگم، خیلی بامزه است. امروز رفته بودم و اون ویدیو رو نگاه کرده بودم و خب همون میدونیم چه اتفاق افتاد و اون ویدیو واقعی بود از پشت صحنه اسپایدرمن نو وی هوم. و خب حالا همین اتفاق با عکسای جدید توبی مگوایر هم اومده که حالا روی تصویر براتون میذارم که بتونید ببینید و بریم یکم راجع بهش صحبت کنیم. اول نکته که حالا من میخوام بگم قبل از اینکه من بیام صحبت کنم، چون این عکس دیگه هم اومده و گفته میشه که حالا این شخص در واقع همون شخصی هم بوده که عکس اندرو گارفیلد رو هم دفعه اول اون فوتیج رو هم لیک کرده که کمی عجیب و غریبه. نمیدونم صحت این داستانو، ولی عکس دیگه هم اومده که عکس گرفته با خود توبی مگوایر. قبل از اینکه این اتفاق بیفته اصلا حضور توبی مگوایر در لندن کمی عجیب و غریب بود، چون که گفته شده بود که اون هفته به خصوص اونجرز دومزدی قراره که در لندن فیلم برداری داشته باشه و اصلا حضور توبی مگوایر در لندن قبل از اینکه این عکس‌ها منتشر بشه یک شایعه‌ای رو ایجاد کرده بود که یه کمی عجیب و غریبه که دقیقاً همین هفته‌ای که دومزدی قراره در لندن فیلم برداری داشته باشه، خب توبی مگوایر هم قراره که اونجا باشه. و بعدش که اصلا این عکس‌ها اومد خیلی قضیه داغ شد و خیلی بیشتر راجع بهش صحبت شد. اما یه نکته‌ای که حالا من از یکی از یوتیوبرها شنیدم و برای خودم جالب بود، دوست داشتم با شما به اشتراک بذارم، این موضوعه که اگر با هوش مصنوعی بچه‌ها کمی کار کرده باشین، بخوایم بگیم که این عکس‌ها هوش مصنوعی ان و هوش مصنوعی اینا رو درست کرده، اگه با هوش مصنوعی کار کرده باشین متوجه میشین که هوش مصنوعی در این که یک عکسی رو از زوایای مختلف بیاد به شما بده یه کمی ضعیف کار میکنه و تو این زمینه معمولا خوب کار نمیکنه و خیلی از جزئیات رو میاد تغییر میده. برای من خودم اتفاق افتاده، مثلا وقتی با چت جی پی تی کار کردم یا حالا با کوپایلوت یا نسخه‌های دیگه کار کردم، نمیدونم نرم افزارهای جدید یا مدل‌های جدید مثلا نانو بنانا این روزا خیلی داره راجع بهش صحبت میشه چجوری تو این زمینه میاد عمل میکنه. ولی خب وقتی که تو این نکته عکس‌ها رو نگاه میکنین، مثلا اینکه زخمی که سمت چپ صورت هست و روی تصویر دارین میبینین خیلی دقیق در اومده و جزئیات رو دقیق در آورده. از اون ور یه نکته که یه کمی برای خودم خب عجیب و غریب بود اینه که معمولا آثار زخم و اینا رو توی کانسپت آرت نمیارن، ولی شما اون جای زخم رو توی کانسپت آرت هم میتونی ببینی که یه کمی عجیب و غریبه. حالا ما اگر اون عکس پشت صحنه که این شخص خودش با توبی مگوایر عکس گرفته رو بیایم بگیم که هوش مصنوعی است، با اینکه توی پس زمینه اون عکس میتونید کاراکترهای فانتاستیک فور رو ببینید، خب اگه فقط بخوایم راجع به اون عکس‌ها صحبت بکنیم نکته ها رو میشه
راجبش مطرح کرد. اما خب خیلی صحبتای دیگه میشه که اگر بیایم فرض کنیم که توی مگوایر در اونجرز دومزدی حضور داره، دلیلش میتونه چی باشه؟ خب یه صحبتی که این هفته خیلی داشت راجبش بحث میشد اینه که به احتمال زیاد این قضیه اینکرژنی که قرار رخ بده و این جهان‌ها قراره که با هم دیگه برخورد داشته باشن و نابود بشن، که اتفاقا بهونه‌اش رو هم داره جهان توی مگوایر که چرا ممکنه همچین اتفاقی افتاده باشه بابت اون حضوری که حالا توی مگوایر، اندرو گارفیلد و پیتر پارکر هاشون در اسپایدرمن نو وی هوم داشتن. خب این میتونه یه دلیل خوبی باشه که بیایم بگیم که اوکی جهانش میخواد نابود بشه، در واقع اون جهان اسپایدرمنی که توی فیلم‌های سم ریمی دیدیم، و حالا به یک شکلی اسپایدرمن و توی مگوایر ما خواهیم داشت در اونجرز دومزدی. ولی خب از یه طرف میاد این سوالا هم مطرح میکنه که اگر توی مگوایر قرار باشه آیا ما اندرو گارفیلد رو هم خواهیم داشت یا نه؟ طبیعتاً خب در دومزدی و سیکرت وارز یک جزء صدر ویشلیست های افراد بوده، چیزی که خیلی از طرفدارا میخواستن ببینن، اینکه در واقع توبی مگوایر و از اون ور وولورین هیو جکمن رو ما بتونیم در کنار حالا اعضای اونجرز داشته باشیم. و خب باز حالا راجع به وولورین هم میتونیم صحبت بکنیم. عکسی که این هفته برادری روسو منتشر کردن توی اکانت اینستاگرامشون دقیقاً مشابه کاری که توی تبلیغات برای اونجرز اند گیم انجام دادن اینجا دوباره دارن تکرار میکنن. و خب اگه یادتون باشه برای اند گیم خیلی سوال بود، چون موقع نمیدونستیم که قرار اند گیم باشه پسوند فیلم، و تو این عکسی که منتشر کردن شما حروف رو میتونستین اگه یه کمی ارفاق داشته باشین و یه کمی ذهنتون رو باز نگه دارین اون حروف رو ایجاد بکنین در تصویر و کلمه اند گیم رو ایجاد بکنین. تفاوتش با این حالت اینه که خب ما میدونیم که اونجرز قراره که دومزدی پسوندش باشه، و خب خیلی افراد اومدن و حالا حروف مختلفی رو سعی کردن از تو این عکس پیدا بکنن که خب جالب تریناش همون اونجرز مقابل ایکس منه که میشه از تصویر برداشت کرد. من تئوری اریک واس هم دوست داشتم از نیو راک استارز که اومده بود و به این 3 تا خطی که روی تصویر نور بهشون تابونده شده بود بیشتر اشاره کرد و گفت که این هم میتونه یک نشونه از حضور وولورین در اونجرز دومزدی باشه. این هم جزء نکاتی بود که به نظرم ارزش صحبت کردن داشت. اما نظر شما چیه راجع به حضور تومی مگوایر در اونجرز دومزدی؟ خیلی مشتاقم نظرتون رو بدونم. آیا به نظرتون عکس‌ها واقعیه، AI؟ خواهشاً توی کامنت ها بهم بگین، چون دوست دارم با هم دیگه بیشتر راجع بهش صحبت بکنیم. و نظرتون راجع به اینکه آیا اندرو گارفیلد هم در این هست حتما بهم بگین، و نقشی که میتونه اسپایدرمن یا اسپایدرمن ها توی اونجرز دومزدی داشته باشن. مرسی که توی این ویدیو با من همراه بودین رفقا. مراقب خودتون باشین. توی ویدیو بعدی میبینمتون.